چهارمین کباب از چالش 10 کباب رستورانی جوجه ترش به سبک غزاله. یه سینه مرغ 1 کیلویی رو برش میزنیم. تیکه‌هاش نباید کوچیک باشه چون کبابمون خشک میشه. گردو رو حساب آسیابش میکنیم تا چسبنده بشه. اینجوری موادتون بهتر به کباب میچسبه. عطر خوش این کباب از چوچاق و جعفریه که اگه چوچاق نداشتین کپشن رو حتما بخونید. چند تا حبه سیر رو رنده میکنیم، پیاز رو رنده میکنیم، آبش رو میگیریم، به مواد کباب اضافه میکنیم ولی توفالش رو میریزیم دور. 2 قاشق ماست پرچرب، 1 قاشق رب انار، پوره یا آب انار، روغن و نمک و فلفل و گلپرم اضافه میکنیم، هم میزنیم تا مخلوط رو یک دست بشه. وقتی به همچین سوسی رسیدیم مرغ بهش اضافه میکنیم، خوب مخلوط میکنیم، میذاریم 24 ساعت تو یخچال استراحت کنه. بعد به سیخ میکشیم، یه آتیش مشتی میگیریم، پاک زغالمون هم میگیریم، کبابو میذاریم رو منقل با حرارت خیلی ملایم و باد کم کبابو رو میپزیم. اگه شما هم عاشق کبابین حتما همراه من باشین که قراره کلی کبابای خوشمزه درست کنیم. حتما غذای خوشمزه چکمون تنوش جان به بالا میسته.